فصل زمستان است و هوا سرد می باشد. برف و باران به لطف خدا در این فصل می بارد. وجود باران و برف برای زمین و موجودات بسیار حیاتی و مهم است. سردی هوا میکروب های خاک را از بین می برد و با نفوذ به زیر زمین به تقویت منابع آب زیر زمین کمک می کند. از خداوند بابت این رحمت بی‌دریغش سپاسگزاریم و به درگاهش دعا می کنیم تا هموطنان ما نیز از سردی هوا در امان باشند. شارولی کابل تعهد خدمت به مردم را دارد و تمام تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.